حیوان حتی تو خیالش نمیاره کسی این کار بکنن. شما اگر چند تا حیوان نگهداری بکنید دور از جناب احمد، ببینید که این حیوان حتی نر سراغ نر نمیره. اما چطور یه انسان با این فطرت الهی که خدا بهش داده، با یه عظمت شأن که خدا بهش داده، سراغ همچی کار میره؟ معلوم نیست دیگه. مطمئناً شیطان و شیطان‌ها این کار رو باب کردن و یاد دادن. خب حال میخواد ببینیم که جواب قوم چی بود. جالب هستش که در برابر همه پیغمبرای عده ملأ وای میستیدن، یه عده آدمای چشم پرکو وای میستیدن، اما اینجا هیچ حرفی نمیزنن که آقا یه عده ملأ آدمای چشم پرکو اومدن جلو و گفتن نه به تو ربطی نداره فلان. وقتی آقا شهوت اومد جلو، صغیر و کبیر رو میگیرن. آدم پیرم اگر بخواد خودشو تحریک بکنن، بینی که کاری ازش سر میزنه که نباید سر بزنن. میخواد بگه که اینقدر شهوت خطرناکه، اگر کسی رها بکنه، قرآن فرمود که بخول الانسان ضعیفه. خب ضعیف که من یه نفر بازوهاش نشون بده بگم من قوی هم، کی گفته ضعیفم؟ ضعیفم این در برابر شهوت ضعیفه. الان هم شما ببینید شیطانای دنیا به شدت روی این مسئله کار میکنن. یعنی هر مقداری که میخوان توی کشوری نفوذ بکنن، بمباران میکنن مسائل جنسی رو. آسون فیلم های آنچنانی، نمیدونم سریال های آنچنانی، سایت های آنچنانی، کسی که مغزش درگیری حرفا شده، چه کار داره، کی میخوره، کی میبره، کی نمیدونم فرض کنم میدوزه، چه کار این کارا داره، این شهوات خودش میره. بعدم اینقدر فرو میره دیگه لفظ چشم باز کنه، نه اعصاب دیگه براش موندن، نه جسم سالم براش موندن، نه چشمی براش موندن.